الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وسل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان و مهربانانی که تا این قسمت از برنامه تجلی اخلاق اسلامی ما رو همراهی کردید. اگر به خاطر داشته باشید در قسمت قبلی درباره فواید مهمترین صفت و مهمترین شیئی که کل عالم به خاطر اون خلق شده، یعنی تقوا، در دنیا صحبت کردیم. فواید تقوا رو در دنیا گذرا با هم بررسی کردیم در پرتو آیات نورانی کلام الله مجید. در این قسمت قصد داریم تا فوایدی رو که برای متقین یعنی پرهیزگاران در قیامت در قرآن مجید ذکر شده با هم به صورت گذرا تا جایی که وقت و ما این مجال رو بده مرور خواهیم کرد. اگر بخوایم درباره فواید تقوا در قیامت یا به تعبیری ساده تر در دنیای مابعد این دنیا، دنیای آخرت صحبت بکنیم، شاید زیباترین تعبیر 35 سوره مبارکه زخرف باشه که الله تعالی در یک جمله خلاصه میکنه تمام این فواید رو. اگر این برنامه ما فقط همین یک قسمت رو هم داشته باشه، همین یک آیه رو ما بگیم کافیه. تمام این چیزی که باید بگیم گفتیم. الله تعالی در این آیه میفرماید والآخرة عند ربک للمتقین. دنیای آخرت نزد الله برای متقین. این معناش بسیار وسیعه. از خود روز قیامت که روز بسیار سختی است شروع بکنیم تا بهشت و نعمتهای بهشت. متقین معامله متفاوتی باهاشون میشه. روز قیامت روز سختی که 50,000 سال طول خواهد کشید. روزی که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. روزی که انسان از برادرش خواهد گریخت، از پدرش، از مادرش و صاحبته و بنیه، از همسر و فرزند خودش. تصور این صحنه بسیار سخته. چطور انسان میتونه از برادر خودش بگریزه؟ چطور میتونه انسان از پدر و مادر خودش و از همسر و فرزندان خودش بگریزه؟ هر کسی در اون روز مشغله‌ای داره که اون مشغله اون رو از بقیه چیزها باز داشته. اون روز همه درگیرند، هر کسی به فکر خودشه. یوم یجعل الولدان شیبا. روزی که طفل خردسال رو انسان پیر کهنسال درست میکنه. یک طفل خردسال از شدت ترس اون روز به سن پیری میرسه، به مانند پیرها میشه. اون روزی که هیچ اجازه داده نمیشه به فرزند تا کمکی بکنه به پدر و مادر خودش، به پدر خودش، و هیچ اجازه‌ای به پدر داده نمیشه. و پدر نمیتونه که کاری بکنه برای فرزند خودش. اون روز سختی است. روز قیامت، روز حساب و کتاب، روزی که همه باید جمع بشن در پیشگاه الله تعالی برای حسابرسی و دادرسی اعمال خودشون.
رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که امام ترمذی در کتاب خودش با درجه حسن از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده، حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت مردم به 3 گروه تقسیم میشن هنگام حشر شدن. یحشر الناس یوم القیامة على 3 اصناف، به 3 شکل گوناگون حشر میشن. یعنی از قبرها وقتی خارج میشن به 3 طریقه، به 3 شکل مختلف. صنفا مشاه، یک گروه پیاده میرن، و صنفا رکبانا، یک گروهی اون روز سوارند، در اون گرماگرم، در اون گیراگیر، در اون سختی. و صنفا علی وجوههم، یک گروه بر صورتهای خودشون حشر میشن. گفتن یا رسول الله و کیف یحشر علی وجوههم، چگونه اینا بر صورتهای خودشون حشر میشن؟ به این معنا که اینها با صورت راه میرن، به جای اینکه پاها روی زمین باشه صورت روی زمین، پاها هواست، با صورتهای خودشون راه میرن. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود همون ذاتی که اینها رو بر پاهای اونها میبرد قادر خواهد بود که اونها رو بر صورتهای اونها ببره. اینها با صورتهاشون هر چاله و هر خار و خاشاکی که سر راهشون قرار بگیره پشت سر میگذارن. وقتی انسان ها از قبر خارج میشن یه عده‌ای با صورت میرند. در سوره مبارکه اسراء آیه 97 الله تعالی میفرماید و نحشرهم یوم القیامة علی وجوههم عمیا و بکما و صما، روز قیامت اونها رو بر صورتهای اونها حشر میکنیم، کور، لال، کر. تصور این صحنه انسان رو زجر میده. وقتی انسان روز قیامت از قبرش حشر بشه کور و کره و لال. در سوره مبارکه طه میفرماید وقتی اونها رو ما کور حشر میکنیم میگویند رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا الله من چشم داشتم تو این دنیا، از چه سبب من رو این روز کور حشر کردی شما؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، آیات ما، آیات کلام ما، قرآن مجید، نشانه های واضحی که در عالم وجود داشت دلالت میکرد بر قیامت، روز شب، روز شب، تکرار روز و شب، تکرار تابستان و زمستان و بهار و پاییز، مرگ و حیات، مردن و زنده شدن و دلایل بسیار زیاد. اینها رو دیدی فنسیتها، فراموشش کردی، انگار که چشم نداشتی اصلا. تو وقتی با این وضعیت کور و لال و کر حشر میشن مأواهم جهنم، به سوی جهنم کشیده میشن و اینها پرت میشن در میان جهنم و بر سرهای اونها آب جوش ریخته میشه. کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت آتش جهنم فروکش میکنه دوباره بر شعله اون میافزاییم. یه عده‌ای سرنوشتشون اینه. الله تعالی من و شما رو نجات بده از این وضعیت. اینا داستان نیست عزیزان من، این بخشی از زندگی آینده ماست، این بخشی از این مسیر فراز و نشیبیه که باید طی بکنیم. گروه دیگه با پای پیاده راه میرن در اون گرماگرمی که خورشید تا نزدیکی مغزها فرو میاد، در اون روزی که همه پریشان، نگران، مضطربن، اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون، نه فرزند به درد آدم میخوره و نه مالی که جمع کردیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون مالی که، مگر اون کسانی که با قلبی خالصانه عملی انجام دادن، اعمالشون به دردشون بخوره.
یا مالی که در راه درست انفاق، صدقات، خیرات و صدقات جاریه استفاده شده، یا فرزندی که صالح بوده و اون فرزند دعایی کرده برای انسان. در اون روز و نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. در سوره مبارکه طه، در سوره مبارکه مریم ببخشید، آیه 85 الله تعالی میفرماید در این بحبوحه، در این بحران ها یک گروهی شاهانه حشر میشن، یک گروهی با تشریفات خاص حشر میشن. این گروه همون گروهی هستند که در حدیثی که گذشت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اینها بر روی پاهای خودشون هم نمیرن. اینها از وقتی که از قبر میان بیرون یک عده تشریفات میان اینها رو سواره میبرن. اینها خاصان درگاه خدان، اینها مخلصین بودن، اینها مؤمنان واقعی بودن، اینها بهترین بودن در دنیا، امروز هم میهمانان خاص الله هستند. در اون روز اینها در هنگام حشرشون هم شاهانه حشر میشن، حتی یک قدم از قبل پیاده نمیرن، اینها رو تشریفاتی میبرن. اینها متقینن. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اولین صفتی که نصیب متقین و پرهیزگاران خواهد شد در روز قیامت اینه که اونها به این شکل حشر میشن. و دومین صفت، در اون روز که همه با هم بسیاری ها دشمن میشن، فلا انصاب بینهم یومئذ، نسبت ها از بین میره، خویشاوندی ها گم میشه. اون روز اشاره کردیم آیه رو که انسان از برادر خودش، از فرزند و همسر و از پدر و مادر خودش میگریزه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الله تعالی در این آیه میفرماید در اون روز بسیاری ها دشمن همدیگرند، بسیاری از دوستان صمیمی، مگر متقین. حتی دوستانشون رو هم در اون روز در کنار خود خواهند داشت، دوستانی که پرهیزکار بودن مانند خودشون. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه این مبحث. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و بزرگواران، با هم مرور میکردیم اون صحنه سخت روز قیامت رو، وقتی که همه از هم میگریزند، هر کسی به فکر خودش هست. یک گروه شاهانه استقبال شدند. این گروه حتی دوستان هم نوع خود رو هم همراه دارند. اینها متقینند. ای کسانی که دوست دارید همیشه با هم باشید. ای عزیزانی که میخواید دوستانتون رو در اون دنیا هم داشته باشید و از دست ندید، بلکه جلوتر از این، ای کسانی که دوست دارید همسر و خانواده و اهل و عیال هم با شما باشند. در کجا؟ در قیامت، در بهشت. یک راه بیشتر نیست. همه اون عزیزانی که دلشون تنگ شده برای از دنیا رفتگانشون، برای کسانی که از بین ما رفتند، برای والدینشون، برای فرزندانشون، برای خواهران و برادرانشون، برای عزیزانشون، و دوست دارند و آرزو دارند که دوباره اونها رو ملاقات بکنند و دوست دارند که با اونها باشند. به والله یک راه بیشتر نیست. تقوا، با خدا بودن، با الله بودن، چرا که اختیار عالم به دست الله است. همه این عزیزان رو میشه دوباره دید، به این شرط که ما خود رو اصلاح بکنیم، برای اون عزیزان هم دعا بکنیم. اگر
انسانهای صالحی نبودند و با ایمان از دنیا رفتند. برای اونها دعا بکنیم، صدقات جاریه، طلب مغفرت بکنیم برای اونها و خودمون رو مسلح بکنیم با سلاح تقوا تا در اون دنیا با اونها باشیم. این گروه خاص شاهانه با تشریفات به در بهشت نزدیک میشن. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. و کسانی که تقوای الله خودشون و پروردگار خودشون رو پیشه کردن، پرهیزکاری داشتن نسبت به الله خود، از دستوراتش اطاعت کردن و نافرمانی نکردن، اونها گروه گروه رهنمون میشند به سوی بهشت. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها. وقتی که به درهای بهشت میرسن و درهای بهشت بازه، درها باز از قبل، میهمانهای خاصی دارن میان، تمام بهشت رو زینت کردند، جشنها میخوان بگیرند. رسم دنیا همینه، هر جا که شادی هست، هر جا که محفل خوشحالی هست، درها بازه. یه عده‌ای دم درها می ایستن و تبریک میگن و خوش آمد میگن. مانند زندان ها نیست، مانند بازداشتگاه ها نیست که درها قفل باشه، کسی فرار نکنه، کسی نتونه داخل بشه. اینجا مکان شادیه، مکان غم نیست. و فتحت ابوابها، در حالی که درهاشون گشوده است. و قال لهم خزنتها، نگهبانایی که ایستادن دم در، اونها میگند سلام علیکم، درود الله بر شما، سلام بر شما، طبتم، خوش آمدید، فادخلوها خالدین. الله اکبر، الله اکبر. چقدر اون لحظه زیباست، تصور بکنید چقدر اون لحظه زیباست، اون حس. این جمله زیباترین جمله‌ای که میشه شنید در قیامت. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، درود بر شما، خوش آمدید، بفرمایید، داخل بشید، جاودانه، تا ابد، برای همیشه. برای همیشه غمها تمام میشه، مصیبتها برای همیشه به پایان میرسه، برای همیشه دوری ها، برای همیشه جدایی ها به اتمام میرسه. نه غمی اونجاست و نه اندوهی، نه مصیبتی، نه فاصله بین دوستان و عزیزان، نه مرگی هست که عزیزی رو از عزیزی جدا بکنه، نه غربتی هست که باعث دوری اونها بشه و نه دشمنی که اونها رو اذیت بکنه، نه فاصله‌ای. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. در جای دیگری الله تعالی فرمود ادخلوها بسلام، سلامت، با امنیت کامل داخل بشید. ذلک یوم الخلود. بهترین بشارتی که در قیامت به یک انسان داده میشه اینه. ذلک یوم الخلود. امروز روز جاودانگی است. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. حمد و ستایش از الله است که وعده ای رو که به ما داده بود، در قرآنش به ما وعده داده بود که من متقین رو این گونه باهاشون برخورد میکنم، به وعده خودش عمل کرد. و من استق من الله قیلا و من استق من الله حدیثا و من اوفا بعهده من الله. کی از الله راستگوتره؟ کی از الله به عهد خودش پایبانتره؟ و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء. هر جای بهشت که بخوایم میریم برای خودمون سکنا میگذاریم، وارث زمین بهشت ماییم. فنعم اجر العاملین. چقدر زیباست پاداشی که به عمل کنندگان داده میشه. خدایا
در بهشت وقتی من تنها برم در بهشت، پدر من، مادر من، خواهر و برادر من، همسر من، فرزندان من، اونها نیستن، این چه لذتی داره برای من؟ اونها هم با شما خواهند بود اگر شما در این دنیا تقوا پیشه کنید، اگر به اونها تقوا بیاموزید. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. نه ترسی بر شماست امروز و نه شما اندوهگینید. ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم. وارد بهشت بشید شما. خدایا اگر من تنها وارد بهشت بشم، پدر من، مادر من، خواهر و برادران من، همسر و فرزندان من همراه من نباشند، بهشت برای من معنایی نخواهد داشت. این هم راه و چارش تقواست. اگر عزیزان ما، اگر بستگان ما در تقوا مانند ما باشند، اونها هم به بهشت خواهند رفت. تنها راه با هم بودن تقواست. بلکه فرشتگان الله تعالی، فرشتگان بزرگی که عرش الله تعالی که بزرگترین مخلوق الله است رو حمل میکنن، اون 8 فرشته عظیم، الذین یحملون العرش و من حوله، و علاوه بر اینها کسانی که دور برش هستند، یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، پیوسته به حمد و ستایش الله مشغولن و ایمان کامل دارن به وعده های الله. و یستغفرون للذین آمنوا، و طلب مغفرت میکنن، طلب بخشش میکنن. برای کی؟ برای من، برای تو، برای ما، برای مؤمنین، برای مسلمین. قدر خودمون رو بدونیم. فرشتگان بزرگ الله تعالی برای ما طلب بخشش میکنن، طلب مغفرت میکنن. ربنا، دعاشون اینه، وسعت کل شیء رحمتا و علما. رحمت شما، علم شما همه چیز رو در بر گرفته، انقدر وسیعه. فاغفر للذین تابوا، کسانی که توبه میکنن، برمیگردن، در راه اصلاح قدم برمیدارن، ببخش. کسانی که واتبعوا سبیلک، راه تو رو پی میگیرن، اطاعت میکنن از راهی که تو به اونها نشون دادی. وقهم عذاب الجحیم، اونها رو باز بدار، نجات بده از عذاب دوزخ، عذاب جهنم. ادامهش ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. یا الله اینها رو داخل بکن به اون بهشت بر از نعمتی که به اینها وعده دادی. نه تنها اینها رو، و من صالح من آبائهم، از پدر و مادران اینها، از بزرگان اینها، از نیاکان اینها، کسانی که نیکوکار بودند. و ازواجهم، همسرانشون رو هم با همونها داخل بکن. و ذریاتهم، و نسل اونها رو، فرزندان اونها رو، نوادگان اونها رو. این دعا چقدر زیباست. دعای فرشتگان هر روز درباره من و تو. والله خدا فقط یک بهونه میخواد از ما. اگر یک لحظه ما و تو همت بکنیم، قدم برداریم، این همه دعا، این همه وعده، این همه بشارت، فقط همت من و توی مؤمن رو میخواد، همت من و توی مسلمان رو میخواد تا قدم برداریم و خودمون و خانواده خودمون رو نجات بدیم. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران، همسران، فرزندان. انک انت العزیز الحکیم، تو قادری، تو بر هر چیزی چیره. یا الله شما حکیمی، شما میدانی که اینها دوست دارند، شما حکمت ها داری. آیات 51 تا آخر سوره مبارکه دخان رو با هم گوش بکنیم که الله تعالی با متقین چه معامله‌ای میکنه در بهشت خودش. ان المتقین فی مقام امین، در یک جایی، در یک مکانی، در امانت کامل. فی جنات و عیون، در باغها و چشمه ها. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
ابریشم‌ها و حریرهای ضخیم و نازک میپوشند، رو به روی هم نشستند، روی تخت‌هایی در بهشت رو به روی هم مینشینند. كذلك وزوجناهم بحور عین، همچنین ما به اونها همسرانی عطا میکنیم، حورهای از بهشت به عقد اونها در میان. یدعون فیها بكل فاکهة آمنین، هر میوه‌ای رو که بخوان بدون هیچ گونه مشکلی، میوه‌هایی که نه قطع میشن و نه کسی اینها رو منع میکنه از استفاده از اون میوه ها، هیچ رژیم غذایی ندارند، با آرامش کامل از اونها استفاده میکنند. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی. این جمله چقدر زیباست. هیچ مرگ سراغ اونها نخواهد اومد. یک بار در دنیا مردن، بیشتر از اون دیگه نمیمیرن. همون مرگ اول بود، تمام شد. جاودانه زندن. تصور بکنید 1000 سال، 10,000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، میلیاردها میلیارد سال ناز و نعمت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. هر چیزی که شما بخواید و هر چیزی که اراده بکنید، هر چیزی که نفس شما بخواد، هر چیزی که چشم شما تقاضا بکنه برای شما مهیا است، بدون هیچ گونه مریضی، بدون هیچ گونه آزمایشی، بدون هیچ گونه ابتلایی، مصیبتی. انتخاب با من و شماست. میلیاردها میلیارد سال خوشی و نعمت یا چند سال سختی و مشقت دنیا. هیچ انسان عاقلی انتخاب دنیا رو ترجیح نمیده. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی و وقاهم عذاب الجحیم. هیچ ترسی از دوزخ ندارن. ذلك هو الفوز العظیم. این است فضلا من ربک. این فضلی است از جانب الله است و الله فضل الله است، وگرنه اعمال ما کجا، بهشت الله کجا، رحمت های الله کجا. ذلك هو الفوز العظیم. و این است رستگاری بزرگ. و عنوان حسن ختام این برنامه دعای آخر سوره مبارکه قمر رو هم با هم مرور میکنیم، وگرنه آیات بسیار زیادن، وقت ما کمه. ان المتقین فی جنات و نهر. متقین در باغها و جویبارها هستند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در مکانی بسیار زیبا نزد پروردگار مقتدر و قدرتمند، نزد الله، در بهشت الله، در آسایشند و در نعمت. انتخاب با من شماست. این فرصت ها را قدر بدونیم. فرصت زندگی، فرصتی که در اختیار ماست، فرصت برگشت، فرصت اصلاح، فرصت به همه چه رسیدن در دنیا و آخرت. با ما باشید در این ادامه مسیر و ادامه برنامه هایی که انشاءالله خواهیم داشت. جزاكم الله خيرا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.